دعا را دوست ندارد؟ خیلی ها فکر می کنند دعا یعنی اینکه در کمتر از 30 ثانیه یا 1 دقیقه دعا را تمام کنید و اگر زود دعا را تمام کنند یعنی دعا کردنشان خوب است و سریع اجابت می شود. اما این یک باور اشتباه است. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. خیلی ها فکر می کنند دعا یعنی اینکه در کمتر از 30 ثانیه یا 1 دقیقه دعا را تمام کنید. حقیقت این است که دعا کردن کوتاه یا طولانی بودنش اصلاً ملاک نیست. مهمترین نکته این است که عجله نکنیم. دعا یک ارتباط قلبی است با خداوند، نه مسابقه ای که بخواهیم سریع آن را تمام کنیم. چگونه از عجله در دعا پرهیز نماییم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: لا یستجاب لاحد دعا ما لم یجعل، یعنی دعای کسی که عجله کند و سریع بخواهد جواب بگیرد مستجاب نمی شود. خداوند می خواهد ما صبر و توکل داشته باشیم. پس چه کار کنیم که عجله نکنیم؟ 1. تمرکز در دعا. هر کلمه ای که میگوییم به معنای آن فکر کنیم. از خدا بخواهیم آرامش به دلهای من بدهد و فقط با حضور قلب دعا کنیم. 2. صبر نماییم. هر چند مدت زمان که طول بکشد مهم نیست. مهم این است که با توکل و اطمینان از خداوند دعا را ادامه دهیم. 3. یاد کردن از فضیلت دعا. در قرآن کریم خداوند می‌فرماید: و ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، یعنی با خشوع، آرامش و خضوع از خداوند بخواهید و عجله نکنید. چند نکته مهم. هنگام دعا بهتر است ابتدا با حمد و ثنای خداوند شروع کنیم، مثل آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در دعاهایشان می‌فرمودند: اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض.